امضای توافقنامه بین اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی و مرکز تجاری بینه باکو در ادامه سفر 25 نفر از فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در قالب هیئتی از کشورمان به جمهوری آذربایجان. بعد از بازدید این هیئت از مرکز تجاری بینه باکو و بررسی قابلیت‌های تجاری این مرکز، سرپرست این هیئت نظامی و عضو اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی و مدیر مرکز تجاری بینه باکو توافقنامه همکاری امضا کردند. حدود 450 مغازه، هر مغازه به متراژ 40 متر حدوداً. قرارداد بر اساس این شد 5 ساله شد و 2 سال اولش و 3 ماهش قراره که مبلغی پرداخت نشه، بعد 3 ماه 6 ماه یک جا پرداخت بشه و برای 15 ماه ما بقیه ماهانه پرداخت بشه. و ما امیدواریم که با توجه اینکه هم از نظر مالیاتی معافن اینا فعالان ما اگر بتونن بیان اینجا، این بازار به نام بازار ایران تبریز بتونیم در اینجا سرآغاز توسعه صادراتی استانمون و کشورمون انجام دهیم. مدت زمان این توافقنامه 5 سال است که با رضایت طرفین این زمان قابل تمدید می باشد. خیلی خوشحالم که تجار ایرانی کشور دوست و همسایه قصد دارند در این مرکز تجاری فعالیت کنند. در فراهم کردن شرایط لازم برای فعالان اقتصادی ایران در این مرکز تجاری کوتاهی نخواهیم کرد. در این مرکز تجاری همکنون انواع کالا با مشارکت تجاری از جمهوری آذربایجان، داغستان، روسیه، ازبکستان و گردستان عرضه می شود. مرکز تجاری بینه باکو با 100 هکتار مساحت دارای 8000 مغازه و محل داد و ستد تجار کشورهای منطقه می باشد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.